Bu topraktan pay olmaz. عوامل بیگانه در غرب آذربایجان در یک تلاش سیستماتیک و از قبل برنامه‌ریزی شده قصد دارند تا با کمک استانداری آذربایجان غربی با دعوت از اقوام مهاجر سایر شهرها به غرب آذربایجان زمینه را برای تغییر هویت غرب آذربایجان به خصوص شهر اورمیه فراهم نمایند. طبق گزارشات رسیده شهریاری دستور داده است تا برای هر کولبر در صورت حضور در انتخابات و رأی به لیست تروریسم در انتخابات شورای شهر غرب آذربایجان کارت هدیه‌ای 200,000 تومانی پرداخت کرده و برگه مجوز کولبری به صورت رایگان در اختیارشان قرار گیرد. از طرفی هم گفته می شود گروهی از اقلیم کردستان عراق عازم اورمیه شده اند تا مذاکراتی را با شهریاری استاندار حامی تروریسم بین المللی انجام دهند تا چند هزار نفر از عراق که دو تابعیتی هستند تحت عنوان سفر تفریحی چند روزه به غرب آذربایجان آمده و در انتخابات شرکت کنند. حکم سید ابراهیم رئیسی مشهور به آیت الله اعدام برای نوه سیمیتکوی تروریست در کنار انتصاب استاندار کرد و حامی تروریسم توسط حسن روحانی نشان از یک سیاست و نقشه برنامه ریزی شده برای غرب آذربایجان است. اما امروز روح بیداری ملی دنیای ترک با عظمت‌تر از هر زمان دیگری است. ملت ترک آذربایجان با اراده همیشگی پاسخ قاطع و محکمی در برابر این فتنه در غرب آذربایجان خواهد داشت. بنا به گفته بزرگان ترک، همه تان با هم بیایید ولی با یک مشت ملت ترک نابود خواهید شد.